حالتون چطوره؟ ما اومدیم با این قسمت جدید دیگه از کوشی زوشی. قبل از اینکه بخوام توضیحات چالش امروز رو بدیم، یه نظرسنجی ازتون می‌خواستم. اینکه تا الان نظرتون راجع به محتوایی که داخل حالا کانال گذاشته شده چیه و آیا حالا از چالش‌ها راضی بودین، دوست داشتین یا نه؟ خیلی ممنون میشم که راهنمایی می‌کنین که بتونیم خیلی بهترش بکنیم. خب امروز اومدیم با یه چالش خیلی خفن و جذاب‌تر. این چالش رو تا حالا خودمون نرفتیم، ولی خب طبق ویدیوهایی که دیدم خیلی خفن بوده. به این شکله که یه سری سوالاتی از ما پرسیده میشه که ما باید دقیقاً برعکس اون سوال رو جواب بدیم. یعنی چی؟ مثلا یه سوالی داره از ما پرسیده میشه که جوابش مثلا خوابه. ما نباید اون خواب رو بگیم، بعد یه کلمه دیگه ای رو بگیم. ها حالا تو روند بازی کاملا متوجه میشین که چجوری انجام میشه. بریم که شروع کنیم. خب اول از من شروع میشه. وقتی گشنه‌ای چی میخوری؟ سنگ میخورم. خب وقتی تشنه‌ای چی مینوشی؟ جوهر نمک. ترسیدی که ذهنم رسید. وقتی خوابیدی چی میپوشی؟ منم؟ بابا منم. کافشن. وقتی بارون میاد چی میپوشی؟ لباس تابستونی. تاب میپوشم. تا حالا تو مهمونی رقصیدی؟ نه اصلا اهل رقص نیستم من اصلا واقعا. خودتو باهوش میدونی؟ نه منو هوش بشه. وقتی صبح بیدار میشی اولین کاری که میکنی چیه؟ میرقصم. وقتی تو مدرسه یا دانشگاه هستی چی با خودت میبری؟ با خودم پاره آجر میبرم، خاک میبرم. این چیزا رو گوشه در آورد. نمیدونم، اطلاعی ندارم. نمیدونم. تا حالا عاشق شدی؟ آره عاشق شدم. زیاد عاشق میشه، خیلی زیاد. هر روز عاشق این حبیبی لیسانسا. ببخشید این همه آدم اینجاست، چرا به من اشاره کرد؟ شما صراحتاً منو مخاطب قرار دادین، هم شایدن درسته؟ فیلم ترسناک دوست داری؟ اصلا ببین اصلا متنفرم فیلم ترسناک، متنفر. بچه‌ها متوجه هستین که داریم برعکسش جواب میدیم دیگه. وقتی فیلم ترسناک میبینی چه کاری میکنی؟ قهقه میزنم از خنده. هی میخندم. وقتی موبایل خراب میشه چه کار میکنی؟ میبرمش مکانیکی. می‌خواستم که ببرش آتش نشانی مثلا. تا حالا تو همه آواز خوندی؟ نه بابا ما آواز. تا حالا گریه کردی جلو دوستات؟ نه. حیوان خونگی داری؟ آره 3-4 تا. زیاد همشون هم گربه. آره. وقتی تو کافه هستی چی سفارش میدی؟ سر بریده. اینه. سر بریده سفارش. بعد غذا یعنی هرچی به غیر از غذا دیگه. درسته. وقتی تو خیابون قدم میزنی چی میبینی؟ دایناسور. پر از دایناسورهایی که رد میشه. غذاهای تون دوست داری؟ متنفرم از غذاهایتون. کلا من از سس تندم متنفرم. Segment on our show called Explain That Gram, where we do a deep dive on our guest Instagram, pull interesting ما خیلی تو نقشون فرو رفتیم بچه‌ها. خیلی خوب بازی بچه‌ها. من واقعا من از سس تند متنفرم. ولی عاشقشم. کتاب خوندن برای تا جذابه؟ اصلا متنفرم ازش. دلت میخواد معروف بشی؟ نه بابا معروفیت چی چنده. مهمونی میری اولین کاری که میکنی چیه؟ سیلی میزنم به همه، چکی میزنم. چطوری؟ وقتی برف میاد اولین کاری که میکنی چیه؟ میشینم تو خونه پتوام میکشم رون، کلا اون روز از خونه بیرون نمیرم. وقتی آفتاب میاد چه کاری میکنی؟ زود میام ویدیو یوتیوب میگیرم. وقتی آفتاب میاد مثل خونه شما میشینم تو خونه.
نمیخوام بهم آفتاب بخوره. حالا من که کل تابستونم جلوی آفتابه. وقتی هوا سرد میشه چی میپوشی؟ تاب میپوشم، من خیلی گرماییم بچه. وقتی تو مغازه هستی اولین چیزی که نگاه میکنی چیه؟ شطور. شطور توف توفو بچه، شطور توف. وقتی تعطیلات تابستونی شروع میشه چیکار میکنی؟ هیچ برنامه نمیچینم ولی همه جا هم میرم. دقیقا برعکسشو بفهمید بچه‌ها. یعنی یه عالمه برنامه میچینه ولی هیچ جایی نمیره. وقتی فیلم عاشقانه میبینی چه حسی داری؟ احساس خاصی ندارم به خدا. احساس خاصی ندارم خدا. خوشحال نیستی مگه؟ نه ولی فیلم عاشقانه میبینم احساس تمسخر داره، احساس این که چقدر گندن. وقتی گوشی شارژ نداره چی بهش وصل میکنی؟ گوشیم شارژ نداره، هایپ انرژیزا. آره هایپ انرژی رو بهش میدم، توش میریزم. راست میگه. وقتی میخوای در رو باز کنی چی میچرخونی؟ پاهامو میچرخونم در باز میشه. وقتی دستت کثیفه چی میکنی؟ چی میکنی؟ آن دستم کثیفه من لیست میزنمشون. دیگه بچه‌ها وقتی سرما میخوری چی میپوشی؟ مایو میشه. وقتی بیرون آفتابه چی میزنی؟ ضد یخ میزنم. آره بچه ما اینجوری هاییم. با چی موتشونه میکنی؟ با فرچه، این فرچه زبرا. وقتی میخوای بخوابی چراغو چیکار میکنی؟ چراغو میکنم، خونه رو روشن میکنم. داشتم گفتم خاموش. وقتی بوی بد میاد چی میزنی؟ تارومار میزنم. وقتی کفشت کثیفه چی میکنی؟ وقتی کفشم کثیفه میمالم تو خاک. نه وقتی گشنت میشه چی میخوری؟ سنگ تو خونه میخورم. وقتی هوا تاریکه چی روشن میکنی؟ ماکروفر. وقتی کسی زنگ در رو میزنه چه میکنی؟ میرم دستشویی. چرا گفتم میرم دستشویی؟ وقتی میخوای عکس بگیری چی میزنی؟ چی میزنم؟ گل میزنم. اتفاق اومدم یه سیگار باغ زدم کشیدم میخوام برم نوکرتم یا علی. وقتی گوشیت میفته زمین چی میگی؟ میگم آخ چقدر مستم. وقتی میخوای شنا کنی چی میپوشی؟ من چی میپوشم؟ کت فوتر. وقتی صدات گرفته چی میخوری؟ روغن خالی قرار میکنم. منظور قراره دیگه نه. وقتی سرت درد میکنه چی میخوری؟ زهر مار میخورم وقتی سرم درد میکنه. نه ممکنه زهر مار بخوری. نه زهر مار چیزی زهر مار بده منزش. وقتی میخوای فیلم ببینی چی روشن میکنی؟ لباسشویی. وقتی دستت میبره چی میزنی؟ وقتی دستم میبره شامپو میزنم. وقتی میخوای لباستو خوش کنی چیکار میکنی؟ میندازمش تو تشت آب. وقتی گوشه لبت خوش میشه چی میزنی؟ طناب میزنم. وقتی میخوای جایی بری چی پا میکنی؟ دستکش. وقتی بارون میاد زمین چی میشه؟ هوا میره. وقتی میخوای پیام بدی چی دستت میگیری؟ گوشکوب. وقتی هوا آلوده است چی میزنی؟ چکی میزنم.
کلا ضرورت داره همه رو بزنه، بعد هی به من میگه سلام. اینم از چالش امروز ما. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردین. اگر این چالش رو دوست داشتین لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون داریم. ماچ.